فقط 32 کیلومتر دورتر از ساحل برزیل یکی از خطرناکترین نقاط زمین قرار دارد که ورود انسانها به آن ممنوع است. اینجا سرزمین مارهاست. این جزیره بیشترین تراکم مارهای سمی در دنیا را دارد. تقریباً 1 مار در هر متر مربع. از دور این جزیره شبیه یک بهشت گرمسیری با جنگل‌های سرسبز و صخره‌های زیبا به نظر می‌رسد. اما اگر نزدیک شوید با جزیره‌ای پر از مارهای سمی روبرو می‌شوید، به خصوص ماری افعی به نام گلدن لنس هود. زهر این مار آنقدر قوی است که می‌تواند گوشت انسان را بلافاصله ذوب کند. در گذشته افزایش سطح دریا باعث شد این جزیره از سرزمین اصلی جدا شود و مارها را تنها بگذارد. بدون شکارچی و با فراوانی پرندگان مهاجر، جمعیت مارها به سرعت رشد کردند و به سمی‌ترین گونه‌های جهان تبدیل شدند. این مکان آنقدر خطرناک است که فقط تعداد کمی پژوهشگر تحت نظارت دقیق دولت اجازه بازدید از آن را دارد.